هیچگاه در زندگی رو افتاده نشوید. هیچگاه. این اول. دوم، زندگی را همین خیلی نگذرانید. با یک خوردن و آمدن و رفتن نه. کار کردن ماندکار هر یک کدام مای شما ذره هم باشد سهم خود را برای رشد پیشرفت دولت و وطن عزیز محبوبمون گذاریم. یک کاری خیر، یک کاری نیک، یک ملک آباد به نسل‌های آینده میراث مانیم. من باوری کامل دارم که بعد این نام هر کدام شما عصرهای عصر با حرفهای زرین نوشته میشه. یک جدا آب میبریم، یک مکتب میسازیم، راه میکنیم، یک آدمی سریعتی کودکیتی مسئله میکنیم، یک کمبیزات همینجا در زندگی ما قدم کن. بعد یک مردیم رفتیم اونجا بعدم ترازده بکشن دیگه بعد بیم اون طرف اولاد بخدا کنیم. جواب سوالتا میگوید اون چیزی که برای مایت برای مردگان میکنن غیر آیت قرآن دیگه یکون چی نمیرم. هیچی دروازه محکم. آیت قرآن کسی که میخواند هر روز میخواند، هر روز 10 مرتبه میخواند میبخشد. انا همون درک شده میشود دیگه. یکون چی نه گاو کشتن، نه شتر کشتن، نه آش پختن دادن، هیچ اومد چیزی است یا نادرست بود. انا برای همین بسیار من خواهش میکنم که مردم در شما راهنما باشید، فهمانید، راه درست فهمانید. کدام شخصی که دم مرگ است پولش رهانده است، ماشین قیمتش رهانده است. چرا؟ مرد که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هستی، صاحب کار هستی، میبرد دیگر. برای همین تکرار به تکرار میگویم شما ملا از همتان از قائله دست و پنجه شسته مثل جوانی که به کمالات 30 سالگی میرسد طرز زحمت کشیم که انا در همین 30 سال وطنمون را کمی هم باشد آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم. به نسل‌های آینده به نورسان و جوانان و فرزندان خود یک ملک آباد میراث بذاریم. وگرنه از ما شما چی باقی میماند مسئله لیکن یک گوشه را آباد کرده باشید، یک نهال اشنانده باشید، یک جای را بنیاد کرده باشید و 100 ساله ها میماند. یعنی کردن بزرگای گذشتگی ما شما، پدر و مادرای ما شما زحمت کشیدن، ما هم زحمت کشیدیم. با یکدیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم خلق این سیاست را دستگیری نکند تنها یک رهبری دولت هیچ کار را انجام داده نمیتواند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمتی تنها رهبری دولت نیست، این خدمتی کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده به این روز رسیده. من به شما احسن و آفرین یک جهت تشکر میگم، منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسن، آفرین.